به من میگفت ددی. هی شلوارم کشید پایین، میگفت من دکترم بعد آمپول بزنم. بعد میگفت شلوار من تو بکش پایین آمپول بزن. بوس میکرد میگفت چون. بعد دوست دخترم اینجا نشسته بود. آقا ادیتور از اینجا بذار. توف میکردی توش. میگه مثلا ما سیگار میکشیدی کرد تو. ادیتور اینا همه رو کات کنه. سلام، برای بکس یوتیوب سوال اقتصادی هستم. امروز با کیسان. بله. خیلی اسم ژاپنیه، حال میکنم کیسان. ژاپنی آره. سامورای. من آخه جدیدن به پاشام میگم پاشاکو. شده موموکو پاشاکو. آره. البته مامانم این اختراع کرد، خیلی درسته. آقا من یه برنامه دارم، بعضی موقع برای بکسی که ایرانیانو دارن خودشونو میارن تو بازی به قول معروف یوتیوب، اگه من بتونم کمکی بکنم کمک میکنم. $5000 پول میگیرم، با بچه‌ها ویدیو میگیرم. کیسان اولین مشتریمونه. آره. $5000 پرداخت شد. دیگه باید بدی دیگه الان دیگه تو ویدیو هم داریم که اوکی دادی، میریم دادگاه، تموم شد. بریم. حل بابا. قبل ویدیو داشت میگفتش که دمت گرم پول نمیگیری، نمیدونم اومدی. گفتم که من همیشه خواهم این کارو همیشه خواهم کرد. یه سری از بچه‌ای که ویدیو نگاه میکنن قول میزنن، میگن نکن، ازتون معذرت میخوام، میفهمم پوینتتون رو، میگین که داریم میای اینجا، ما فقط میخوام آدمایی که خفنن رو ببینیم. ولی ما از کجا نمیدونیم، یا از کجا میدونیم که کیسان یکی از خفن ترین آدمای 10 سال آینده نیست؟ شاید مثلا من حالا مثلا مثال خوب بخوام بزنم، پوریا صادقی که آره. 0 فالوور بود، بعد از الان بالای 100,000 تاست. پس درسته. خودش هر دفعه میگه سهیل منو آورد توی ویدیو. خب از یه آدمی آوردم کمک میکنه. دکتر سنام همینو میگه. دکتر سنام میگه من چند سال تو یوتیوب کار میکردم، هیچ وقت چکشن نداشتم، تو اومدم تو ویدیوی تو، بعد الان اینقدر آدمو کمک کرده، چقدر آدم اعتیادشون از دست دادن به خاطر اون. واسه همین دیگه داریم ما هم به قول معروف تو دانسیم دیگه، تو دانس همه باشیم دیگه. این تنگ بازی من دوست نداشتم. من همیشه از زندگیمو اگه من یه روزی پلتفرم میگم هیچ وقت من تنگ نمیشم. شاید تنگی پارتی از بازیه، ولی من دوست ندارم دیگه. من همیشه متفاوت بازی کردم، اینم اوش. این دو قرون بنده. چطوری کیسان؟ یه توضیح خود بده، بگو واتساپ. امروز قراره کیسان منو اینترویو کنه، واسه همین جالب بشه. سی. آره خب من این توضیح میدم. اسم کیسان خالص، متولد کانادا، کالگری آلبرتا کانادا. تو سن 10 سالگی اومدم آمریکا، کلا اینجا بزرگ شدم، ولی خب خیلی ایرانیم، خیلی بیشتر به رپ فارسی خیلی علاقه دارم. از این تاریخ با سهیل آشنا شدم و توی دانشگاه دارم بیزنس ادمنستریشن میخونم و میخوام وارد بشم به تخصص مارکتینگ. ورزشکار بودم برای تمام عمرم، الانم دارم واسه هاف ماراتون آماده میشم و به زودی میخوام سرتیفیکیت پرسونال ترینینگ رو بگیرم. و دیگه گفتم بهترین آدمی که من با شروع کنم سهیله واقعا، چون تمام معنا آدم موفقیه، خونگرم و واقعا خیلی باش راحتم. برو بریم. خب بگو ببینم الان داستان چیه؟ چه گفتی یه سری تحقیقات که سوالای باحال میخوای بپرسی؟ من هیجانی ام. آره دارم. ببین خودت که گفتی اولین سوال اتفاقا این بود که چرا انقدر راحت قبول کردی که من مثلا بیام تو یوتیوب و فلان، که اینو گفتی. من حالا شروع کردم تو این راه سوشال میدیا اتفاقا فقط 3 هفته است، چون یه جرقه‌ای خورد بهم که از خودم بدم میومد. واقعا با خودم دیگه حال نمیکردم. این جمله سنگینیه ولی واقعا اینجوری بود. حقیقت رو میخوام بگیم دیگه. گفتم که من زندگیم نمیخوام اینجوری باشه، همش کالج، جیم، رانینگ و رفیق بازی. یه چیز جدید من میخوام، چون هی تکراری شده بود. بعدش رفتم آهنگ سامان میلسون و هیدن رو شنیدم، بیتاب. گفت نمیخوام بمونم تو این مثلث، ریسک خطری روتین کشنده است. اونو شنیدم، گفتم دیگه من باید برم، باید یوتیوب بسازم، بعد مستند بسازم، بعد اینترویو درست کنم، پادکست. و من 400 فالوور بیشتر ندارم، ولی هنوز با این حال میدونم که من آدم خیلی متفاوتیم و خاصیم. واسه همین گفتم اگه من بیام جلوی 10,000 نفر 20,000 نفر میتونم یه چیزی خوبه ارائه بدم به مردم که خوششون بیاد. من سوالم اینه که چه ادوایسی داری، چه توصیاتی برای من داری که این کارو شروع بکنم؟ و تو خودت شروع کردی، چیکار کردی که اینجا برسی؟ ببین شروع من رو اصلا نمیتونی استفاده کنی. شروع من خیلی متفاوته، چون من که نمیخواستم این کارو بکنم. منو مردم مجبورم کردن. یعنی من اول رفتم توی بفرمایید شام و بفرمایید شام یه ویو وحشیانه‌ای داره. یعنی مثلا ببین من نمیدونم دیگه حقیقتش، این چیزی که تیام به قول رو تهیه کننده اون برنامه به من میگفت کامباین روی یوتیوب و نمیدونم اینترنت خودشون و ستلایت و نمیدونم همه اینا، میگفت بالای 20 میلیون ویو میخوره و 20 میلیون خیلیه، تقریبا میشه 1/4 جمعیت ایران. واسه همین اون منو آورد تو و خیلی هی به من ریکوست میدن که بیا 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 و من نمی اومدم، چون میگفتم که من حوصله این کارا ندارم. یعنی واقعا هنوزم ندارم. توجه بکنید مثلا من ماه به ماه استوری نمیذارم تو اینستاگرام، اصلا لاگین نمیکنم، من نوتیفیکیشنش آن نیست.
من اصلا حوصله این چیزا ندارم، برای اینکه میدونم چقدر اتنشن و وقت میخواد. آره. من یه کاریو نمیکنم یا درست میکنم و چون میدونم اگه بخوام درست بکنم و 24 ساعت اینطوری باشم، چون من بچه معروف زیاد میشناسم دیگه، من همه دوستام اینه. درسته. سپر یعنی همشون فقط تو تلفنم، برای اینکه نان. آره. یه دفعه داشتم قداد بیاد میکردم که به خالتون سرویس یه قد بزنین زمین، بعد گفتم آقا ما پولمون رو تو این در میاریم، ما این نگاه میکنیم انگار که یکی داره بهمون پول میده. آره. بعد حالا من واسه همین واردش نشدم. بعد سپهر اومد منو آورد توی داستان تو برنامه خودش، بعدم کاری نداشتم. بعد بیشترین کامنت این بود که چرا سهیل کانال خوش درست نمیکنه. بعد سپهر منو مجبور کرد یه کانال درست کنم و من تو اون کانال. بعد من کانال رو که درست کردم همون ظرف مثلا چند روز به 1 ماه هم نکشید، ظرف چند روز هم سابسکرایبر رفت بالای 1000 تا، هم واچ تایم رفت بالای 4000 تا. من اصلا ویدیو نذاشته بودم، فقط همون ویدیویی که با سپر درست کردیم اونو یه بار دیگه کپی کردیم گوشم اونجا. آره. سپر گفت به بچه‌ها تو ویدیو اگه میخوان کانال داشته باشه مانیتایزش کنین، مانیتایزش نکنین این ویدیو نمیزنه. تو 2 هفته یه خانم است واسه CNN کار میکنه، بعد اون راجع برنامه ساخته راجع به مانیتایز کردن یوتیوب. اون با دسترسی به CNN 3 ماه و نیم طول کشید مانیتایز کنه. وای. خب بعد دیگه سپر واسه این مال من خیلی خاصه، یعنی من هیچی زجر نکشیدم. بچه‌ای که اکثرا یوتیوب دارن اکثرا زجر کشیدن، چون خیلی سخته تو ویدیو درست کنی هیچ کی نگاه نکنه. آره واقعا. ببین انگیزه تو از دست میدی و چون سپیقرس آدم بزرگی همه میشناسنش، آوردت تو. خب خیلی هم عالی. بعدش من خواستم یکم جنجالی تر نه ولی حالا شخصی، یه چیزی که راجع به سهیل خیلی باحاله اینه که با همه خونگرمه و واقعا شیطون نیست، ولی خب دوست داره شوخی بکنه، اهل حال، خوشحال و خندونه. سهیل تو یکی از مسابقه با عرفان پایدار گفته بودی که من با مادر بزرگم اینجوری صحبت میکنم، من به خالم فحش دادم، این کارو کردم. سهیل هم به من زنگ زد گفت کاش می اومدی مثلا ونکوور فلان میکردیم با هم و چطوری بیبی. خب این از کجا میاد؟ چرا فکر می‌کنی خوره؟ چون 99% آدما که من میبینمشون به هیچ وجه اینجوری صحبت نمیکنن. داستان چیه؟ چون راستش بخوای نمیدونم از کجا شروع شده، ولی هر وقت به هر کی میگی سکسی و بیبی، هیچ آدمی از این ناراحت نمیشه که بهش بگی سکسی و بیبی. تو هر شرایطی به خامنه‌ای هم بری بهش بگی سکسی و بیبی خوشش میاد، هم بیبی خوشش میاد هم سکسی. من دیگه همیشه به همه گفتم و 2 تا ریاکشن بیشتر ندارم، یا مرسی یا مرسی با خنده خیلی زیاد. مثلا همیشه همه خیلی حال میکنن. آره دیگه. بعد من دیگه همیشه رو همین قفل کردم دیگه به همه میگم بیبی و سکسی. بعد خیلی جالبش اینه که بعضی موقع که با دخترها حرف میزنم نمیگم، چون میگم الان یارو اون دیگه خطریه. نمیدونه، میگه که مثلا یارو تیک میزنه مثلا به اونها مثلا دیگه سکسی نمیگم، بیبی ولی به اونها میگم بیبی خوبه. بیبی هنوز میگم ولی سکسی دیگه به دخترها نمیگم، چون میگم یه وقت مثلا اشتباه متوجه میشن دیگه، چون یارو که نمیدونه من داستان من چیه، با من مسیج زدم میگم خوبی سکسی، میگه این حوالا نگاه کن، مسیج اول میگه سکسی، حتما میخواد یه کاری با ما بکنه دیگه. مثلا به دخترها نمیگم ولی به پسرها دیگه همه سکسی و بیبی هم. خیلی خوبه. بالاخره جنبه دخترها شده بود، نمیدونم به کی بود، به یکی از بچه معروفا مثلا میگفتم بیبی، بعد بیبی بوی خیلی من میگم که زیادم بیبی بویه. بیبی بوی. بعد بیبی بوی که من میگم من اون یه پسر کیوته مثلا یه دندون در آورده با موهای مثلا اینجوری میاد تو ذهنم، یه چیز خیلی کیوت خفن، واسه من با عشق زیاد میگم. بعد یه بار داشتم به یکی میگفتم بیبی بوی، مثلا یارو معروف بود، مثلا فرض کن مثلا بزالیتو، بعد یارو مثلا 5 میلیون فالوور داره، بعد میگم بیبی بوی، بعد که شنید فکر میگم من دارم مثلا مسخره میکنم یا مثلا دارم کوچیکش میکنم. مثلا میگم اوکی این بهت میگه بیبی بوی، بعد اون گفت نه سوال با عشق میگه، مثلا سوال اینجوری نیستش که. اون خیلی برام جالب بود که گفتم مثلا که حتی پسرم تو بیبی بوی هم مثلا یه وقت بعد ببینه، مثلا همون سکسی دختره، مثلا این به پسری که نمیشناسم زیاد دیگه بیبی بوی بهش نمیگم، بیبی و سکسی میگم، ولی اگه با رفیق بیشتر باشم بیبی بوی میشه. بیبی بوی سرمو نمیزنی مثلا اینجوری واسه مسیج میفرستم. بیبی بوی خیلی خوبه. واسه اینو گفتی اصلا پای بپاش، یه رفیق دارم طلا فروشی داره. بهش مسیج دادم که ساعت چی خیلی میشناسمش. نه بهش دادم که من دلم برای لبات تنگ شده، کی وقت داری یه قوی بریم توش.
بهم زنگ زده نیم ساعت دیگه مادر تو سرویس. میگم چی؟ میگه نشستم با خانم دارم فیلم میبینم، دخترم اومده میگه که بابا بیا. بعد میگم چیه؟ میگه بیا. میگم خب بگو. میگه نه باید بیا اینجا. بعد بلند میشم میام اونجا، تلفن میده میگه یکی کارت داره. بعد تلفنو میخونم میبینم این مسیج است. بعد میگه حالا اینکه گندش نمیده بود کاری نمیشه، میگفت چه حال کردم با دخترم که لوم نداده که اومده زن نمیدونم. مثلا بابا چیکار داری میکنی مامان ببین چه این داستان ژنتیکه دیگه، اونم میفهمه بالاخره. ولی اینجا اعلام میکنم سهیل گی نیست. دروغ میگه. مطمئن باشین. دروغ میگه. دروغ. سهیل چی میگن موقعیتشو نداشته. حالا یه کاری ما میکنیم با ان شاءالله. اوکی 4500 بده جهنم. برو بریم. خب در رابطه با این من تونستم خیلی با ارتباط برقرار کنم، چون من از بچگی مخصوصا اون موقعی که من میرم ایران همه پشماشون میریزه منو میبینن، چون من توی جمع میرم و اصلا نمیترسم. و یه دوره‌ای بود من تازه فحشای فارسی و خوب یاد گرفته بودم، گفتم برم تو یکم کلک بازی در بیارم و فلان. رفتم دیدم یهو همه دارن منو نگاه میکنن. من رفتم گفتم این چیه؟ مثلا همین یعنی دیگه یا فلانی یعنی من نمیفهمم. بعدش یهو من رفتم به مادر بزرگم گفتم مادر داستان چیه؟ گفت دهن تو ببند بیا برگرد از همه عذرخواهی کن. گفتم اوکی. رفتم از همه عذرخواهی کردم، برگشتم تو اتاق. این مثلا بحث چیزه 2022 قبل از مهسا امینی. بعدش من گفتم اوکی سهیل ولی داره با مادر بزرگش اینجوری صحبت میکنه، با عرفان گفته که من میخوام پسرا رو بخورم، به مادر بزرگش میگه. من گفتم داستان چیه اینجا؟ مادر بزرگ میگه نه ما یکی مثل این داریم و تو دیگه دست بردار بس دیگه و فلان، گی خوب نیست تو کالچر ما نیست. بعدش گفت اصلا مادر تو نمیدونی اینو میگیری دستت گرمه تو نمیدونی. بعدش من 2 سال بعد رفتم ایران همین تابستون، گفتم مادر من خواستم با یکی بخوابم، با یه دختری بخوابم. رفته بودم دیت، نکردم این کارو. گفت با یه بچه میکردی توش میومدی بیرون دیگه. من گفتم پس اینم خوشش میاد. بابا رفتیم تو داستان. ببین همه خوششون میاد، همه فقط تنگ بازی در میارن. یه توی ویدیو میگم هیچکی نیست بره توی دستشویی نگه، میگم هیچکی نیست حالا این کار نکرده باشه که بره کونشو بخارونه به انگشتشو بو کنه. اگه تو میخوای با ادب باشی این اول چیزی که باید بگی آقا مثلا من دیگه کونمو بو نمیکنم، من نمیخوام ان بیام، این اولیش باید باشه دیگه. بعدش به مامان موزه بعد بگی سلام خانم خوب هستی. تو اگه کونتو هنوز بو میکنی یا یه بار کردی این کاراکترت دیگه، آروم باش. ما میمونیم قبلا به هم دیگه ان پرت میکنیم. یعنی مثلا اینو نمیفهمم که چرا من یه صدایی از گلوم در میارم که تو ناراحت چی. مثلا من بچه بودم مثلا که گفتش که گفت مادر فلان، بعد اون یکی قاطی کرد بهم گفت بگو صدام، بعد من نمیفهمم مثلا یعنی چی. گفتم نگاه کن چقدر احمقه این یارو، اومده گفته بعد این قاطی کرده داره هرس میخوره، عرق داره ازش میاد، بعد داره از این خواهش میکنه که فقط بگو صدام. بعد اون یکی 5 دقیقه نمیگه، این یکی داره دیوونه میشه، بعد به 5 دقیقه اون میگه صدام، بعد میگه آخه باشم. خب این چه لول احمقیتی توی انسان هست که این نرماله یا مثلا این آدمو گوگل میشه؟ بعد من که اینو فهمیدم رفتم به همه میگفتم، گفتم مثلا فلان ننت، بعد میگفت بگو صدام بگو صدام، گفتم نمیگم. بعد که یاری خوش خواست بکشه دیگه میگفت اگه نگی منم به تو میگم. و گفتم چی میگی؟ میگی مامانم فلانه. آره مامانم فلانه، اگه میتونی برو ترتیبشو بده. بعد دیگه یارو خلع صدا میشد، میگفت به خودش هم فوش داد دیگه. آقا چه مسخره بازیه، چرا یه صدا باید رو هواه؟ یعنی آیسانو که دیدی آیسانو دیدی چجوری فوش میده؟ بابا من از آیسان بدتر فوش میدم. من مشکلم اینه که یوتیوب و اینستاگرام من تا یه حرف بد میزنم اکانتای منو میبندن. آیسانو مثلا بهش 2 سال روم دادن 2 میلیون فالوور گرفت، بعد اکانتشو بستن. خب آره دیگه یارو پوشش گرفت. منو میگم روی 10,000 تا بهم گفتن داری ویدیوی بومبولیکلی بچه درست میکنی، چون از دخترم توی دوش فیلم گرفتم، من بیرون دوشم یه در جلوش بسته است، فاگ گرفته، هیچی معلوم نیست. روی اون از شکم پایشم یه عکس گذاشتم، از این خورشید گذاشتم، مثلا زدم عشق زندگی من. یعنی اگرم چیزی هم معلوم بوده کاور کردم. بعد اکانت من واسه 1 سال رفت تو چیز به خاطر اینکه چایلد فران دارم درست میکنم. میگم بابا چایلد فران کی درست میکنه؟ بعد میرم نگاه میکنم، میبینم یه ویدیو از مادره داره بچه‌شو عوض میکنه، بعد دول بچه بیرون جیش میکنه، بعد مامان داره میخنده، گوشه اولین جیش فضایی بچه‌م.
بعد این ویدیو 72 تا لایک داره و من اینو ریپورت میکنم به اینستاگرام، میگه اوکیه. میگم چطوری دختر من تو همون با لوگو اوکی نیست، این با داره دول بیرون اوکیه. من نمیفهمم منطقتون چیه. دیدی تو اینستاگرام مثلا مادر داره شیر میده، نه من کاملا همه چی یه ماه پست میکردم دیگه، به همین شاکی شده بودم، هی به من گیر میدم. آقا من کاری نمیکنم شما به من گیر میدین. مثلا لولی که میخوام فوش بدم چیز بگم، دقیقاً شاید آیسان یا یه لول بدتر از آیسان من. میفهمی چی میگم؟ من تو اون لول فوش میدم ولی یوتیوب و اینستاگرام نمیذاره من خودم باشم. خب که من دستم مثلا یه داستان برات بگم همین راجع به یکی بچه هست الان باهاش آشنا شدم، خیلی پسر خوبیه به اسم هویار. بعد به من میگه که اومده بودم کانادا، مثلا 3-4 هفته بود اومده یا 3-4 ماه بود اومده بودم کانادا، کنسرت زد بازیه. بعد میگه خیلی هیجان بودم، رفتم نهار کردم، دیدم برنامه‌گذار سهیل اقتصادیه و اینستاگرامش رو رفتم و بهش مسیج زدم که میگه 3-4 ماه از ایران اومده بودم و فهمیدم کنسرت، رفتم مسیج زدم به سهیل، گفتم که بعد میگه مسیج نوشتم سلام خوب هستین، میبخشید مثلا مزاحمتون شدم، من تازه از ایران اومدم، 1 ماه دیگه 19 سالم میشه. حالا خودش چیزی که میگه داشتم دروغ میگفتم، میگه 16 سالم بود ولی گفتم بذار بگم 1 ماه مونده که ببینم اگه راهی داره راه رو یاد بگیرم دیگه. اگه 18 و 11 ماه رو راه میدم 16 هم بر راه بدن دیگه، جفتش ایلیگاله، فرقی نداره. که من این کارو دوست ندارم، این به نظر من دروغه. نه بگی وقتی داری میری از یکی میخواد که کارتو راه بندازه به یارو دروغ میگی، بعد یارو مثلا تو رو میاد میذاره تو، میدونه اگه 1 ماه باشه میتونه با پلیس در بره، اگه 2 سال باشه کارش از دست میده. یعنی من این کار بدم میاد ولی حالا کاری نه. اون میاد به من میگه، من فکر میکنم واقعا راست داره میگه که 1 ماه دیگه 19 سالم میشه و اینجا زده باید 19 سال باشی، کاری هست من بتونم بکنم؟ بعد میگه جواب برام اومد که برو به بابات بگو چرا 1 ماه زودتر ترتیب مامانمو ندیدی. او فقط تو میتونی همچین چیزی رو بگی. نه مثلا خب یادم نمیاد این همین حرف زدم. ببین پاره شدم از خنده خودم. میگه تا 4-5 ساعت مسیجر رو میخوندم، هی میبستم، میگفت نمیدونستم بعد قاطی کنم یا جواب بدم. میگه بعد 4-5 ساعت یه دونه ایموجی لبخند فرستادم. مثلا اخلاقم اینجوری مثلا نمیفهمم که چرا یه چیزی که مثلا صوتی برای که ناراحت کنه. من فقط میگم بعد به خوب و خندش فکر بکنی. و روی این حساب رفتم جلوی که مثلا میگفتم دیگه ویدیوام خیلی وقت پیش چند سال پیش گفتم آقا فرض کن پرنده ها که بیرون جیک جیک میکنن تو دنیاشون دارن میگن نه چرا هیچکی نمیره بیرون بگه خفشین بگو صدام. خب اونم یارو میاد میگه فلان نه تو چهچه پرنده بشنو. آره اوکی و کسی مهم نیست. اوکی خیلی هم عالی. از ترتیب مامانش رو بعد زودتر میداد. خب اینی که میگی تجربه بگم بهش میخوره بچه‌ها بخندن. یه بار با یه رفیق داشتم خیلی با هم شوخی میکردیم، بعد بهش گفتم که میشه به مامانت بگی لایه پاش اسم منو تتو بگیره؟ بعد گفت آره ولی بعد از اینکه مامانت به من زنگ بزنه. گفتم برای چی مامانم به تو زنگ بزنه؟ خود زنگ بزن بهش دیگه. گفت نه جوابم نمیده، چند بار زنگم جواب نمیده دیگه، منم قهر کردم اون باید زنگ بزنه نازم بکشه. گفتم حالا تو بگو به مامانت اسم من تتو بگیره. گفت هر وقت مامان تو زنگ زد. گفتم اوکی گوشی قطع کردم، تا قطع کردم زنگ زدم مامانم. گفتم مامان داستان اینه چیزش کن، زنگ بزن دوستامو اذیت کنی. بعد مامانم پایه گفت اوکی. از ایران زنگ زد به دوستم، 10 دقیقه بعد تلفنم زنگ زد، گوشی برشم. دوستم مادر تو مگه دیوونه؟ تلفن رو برداشتم مامانت میگه فلان جان سلام، سهیل گفته بود که میخوای من بهت زنگ بزنم، چیکار میتونم برات بکنم؟ من چی بگم به مامانت؟ خلاصه اینم مامانم خیلی باحاله، دمش گرم خدایی، بهترین واقعا بهترین مامابای دنیا، دمش گرم. دلیلی که الان اونقدر نمیخندم اینه که چون پشتش صحنه اینقدر من خندیدن دیگه الان انرژی ندارم که بخندم. قبل زنگ زدم میدونیم که باحالی و خوشحالی و خندونی، ولی چیزی که من خیلی کنجکاو کنم که بدونم شاید برای خودت مفید باشه اینه که دیدم هم فعالیت ریل استیت میکنی، سی او سابق 13 تا شرکت بودی و کلا تخصص پول درآوردن و اطلاعات عمومیت خیلی خوبه و کلا نصیحت‌های خوب داری که به مردم، یا راجع به ازدواج، راجع به مواد، هر چی. یعنی کلا یوتیوب چنلت همه مطلبا رو کاور میکنه. آره من میخوام بدونم با این همه تجربه و موفقیت و پول و دانش امروز راجع به خودت چی فکر میکنی؟ راجع به کارهایی که میکنی؟ من سوال راجع به خودم چی فکر میکنم؟ آره من به قول معروف وقتی که به زندگیم نگاه میکنم بعضی موقع باورم نمیشه که چقدر جایی که الان هستم خوشحالم. یعنی روزی 7-8 بار به خانومم میگم مرسی که هستی، بچه‌هامو صداشون میکنم میگم مرسی که تو زندگیمین، شما بهترین چیزایی هستین که تو منو خوشحال میکنین. یعنی واقعا
از جایی که هستم خوشحالم، چون یه سری چیزا تو زندگیت میخوای تو وقتی که بچه‌ای، بعد که بزرگ میشی میفهمی یه سریش چرت و پرت بوده، یه سری چیزاش باحال بوده و یه سری چیزایی که نمیدونستی اضافه میشه. من تمام چیزایی که دلم میخواسته و تمام چیزایی که دلم میخواست بعد از اینکه فهمیدم باحال برام اتفاق بیفته اتفاق افتاده. حالا این معنیش نیستش که من الان قوی ترین ماشین رو دارم، قوی ترین خونه رو دارم، اتفاقا معنیش کاملا برعکسشه. مثلا میگم من اگه برم هتل عاشق اینم که صابون و شامپو رو بدوزم بیارم تو خونم. اسمش هم دزدی نیست دیگه، جنس خودمه، دوست دارم برش گردونم به خونه ها. آره ولی وقتی که داری ماهی مثلا $100 پول در میاری و پارتنر اینو میدونه، وقتی این صحنه رو میبینه معمولا مسخرت میکنن. میگه مثلا تو پیروز رفتی لاش $400 صابون خریدی، الان برای چی داری صابون هتل رو برمیگردونی؟ میگم چون اینجاست، میذارمش تو دستشویی، تو همون مثلا میخوام پامو بشورم با این میشورم، تکنیکی شاید مثلا $5 سیو میکنم با اینکه صابون لاشم استفاده نمیکنم، $1 هم سیو میکنم که اینو نخریدم، تو $6 میگم زندگیم جلو، هیچ تأثیری هم تو زندگی من نیافتاده. واسه من اینا رو دوست دارم تیک بکنم. هیچ وقت کسی تو زندگی من اینا رو نمیفهمید. مثلا خانم من الان میفهمه. ایناست که منو خوشحال میکنه. یا مثلا من دلم میخواست یه نفر داشته باشم که بتونه عوض بشه، دلم میخواست نمیدونم خونم نزدیک مامانم اینا باشه، دلم میخواست بابا و مامانم بچه‌های منو ببینن. یه سری آرزوها داشتم. آره. همشون به اتفاق رسیده، تو لولی که بابای من چند توش افتاد زمین و من خودم شخصا فکر کردم مرد و وقتی که مرد ناراحت نبودم، بعد ریدم تو خودم که ناراحت نبودم، نه که خوشحال بودم مردا، ناراحت نبودم، میگفتم پرفکته الان همه چی. وایس پدرتون نه فوت کرده؟ ما فکر کردیم مرد، افتاد زمین قش کرد و بردیمش دکتر خوب شد. اوکی. من یه رفتم تو فکر، ولی من وقتی که افتاد زمین تو اون لحظه گفتم که اوکی پس این داره میمیره، چون من دوستام قبلا پیش من مردن، من میدونم مرگ چه ریختیه، من دوستام بغل من مرده، بعد واسه همین مرگو دیدم و این داشت اون بازیو میکرد و من دیدم داره میره واسه مرگ. ناراحت نبودم، میگفتم که خب عالیه، سالم زندگی کرد، همه چیش خوب بود، با نوه‌هاش تا عشق کرد، بازی کرد، دید زندگیش چطوریه، دو بچه‌هاش موفق بودن، از این موضوع خوشحال بود. شبم تو مهمونی کرد و داره میره، همون استوری که همیشه من دیدمش، دمش گرم بذار بره. بعد برگشت و خب آبسی خوشحال‌تر شدم که برگشت. ولی از این که حتی دیگه فکر می‌کنم هیچ دردی بهتر از این نباشه که آدم پدرشو از دست بده، ولی اونم دیگه برام درد نداره، چون میگم پرفکت پلی کرده. یعنی بابا بهترین موقع‌ها رو بوده، سالم بوده، همیشه قوی بوده، فکر خفن داشته، همیشه تو سن 90 سالگی هم بهش زنگ می‌زنم ازش مثلا مشورت میخوام، زنگ میزنم بهش مشورت میکنم راجع به کاری یا چیزی، همیشه بهم سایدیو نشون میده که من خودم عقلم نمیرسه. واسه همین خیلی آدم خفنیه، برای همین من حال میکنم که مثلا میگم که اوکی این تو زندگیش همه کار کرده، خودم هم الان اونطوری میبینم. اگه مثلا دارم بیفتم الان مثلا تو خونه یهو ببینم دارم میمیرم، یا مثلا یهو توی شرایطی که قرار بگیرم که دارم بمیرم، میبینم همه کارامو عالی انجام دادم، بچه‌هامو ستاپ کردم واسه لایف، من بمیرم $6 میلیون چیز دارم، بیمه عمر دارم که میاد پول بچه‌ها رو میذاره واسه for the rest of their life، کاملا ستن، آردی اکانتشون ستاپ، زنم و آردی بهش همه چی رو یاد دادم، خونمو دارم، وسایلمو دارم، همه چیم رل است تو زندگی. میگم من همیشه فکر میکردم داشتن وسیله ها و چیزایی که میخوای برسی پوینت زندگیه، ولی وقتی که بهشون رسیدم و وقتی که مثلا من توی تاپ بیزنسم ماهی $300,000 پول دارم میارم که تقریبا میشه سای 4 میلیون، و وقتی اون برای من خیلی پول بود، شاید کسی اصلا که بیشتر از این پول در میارم، ولی برای من خیلی پول بود، سای 4 میلیون آمریکایی هم نمیوردم. هر چی دلم میخواست داشتم، هر جا دلم میخواست میرفتم، ولی خوشحال نبودم چون رابطم خوب نبود. بعدن که به فنا رفتم، وقتی زمین خوردم، بدجور زمین خوردم. چرا؟ چون که هر دفعه توی کمپانی ها مثلا مشکل پیش من میخورد زمین میرفت پایین و بعد دوباره ما میومدیم میساختیمش. این دفعه که کمپانیم رفت پایین، من گفتم من دیگه خسته شدم، انقدر با آدمای احمق باید دیل بکنم و این حرفا، من حوصله ندارم دیگه کار کنم، من ترجیحم دیگه کار نکنم، فقط ریلکس کنم. از کار اومدم بیرون، پس این برگشته رو نداشت. از اون ور من همون روزی که بیزنسم خورد زمین، یه ماه و نیم بعدش یه قرارداد بسته بودم که باید میلیونی پول میذاشتم. برای همین تمام پولایی هم که داشتم و گذاشتم، در حدی که از کردیت کارت من پول قرض کردم. آره، برای همین من خودم داغون بودم، تو کاغذ قوی بودم ولی سهیل داغون بود. تو این شرایط هم النا رو پیدا کردم و النا منو هپی کرد، النا منو خوشحال کرد. وقتی که من خوشحالی رو با النا تجربه کردم، فهمیدم که تمام اون سالا دنبال خوشحالی میدویدم با پول درآوردن،
معنی خوشحالی رو نمیفهمیدم، برای همین داشتم این احمقا میدویدم و فهمیدم که تمام دنیا رو هم بهت بدن اگه رابطه خوب نداشته باشی گوه نمیارزه. یه مثال میزنم، یه رفیق دارم، هر کی بهش توضیح بدم این آدم کیه و کجاست و چی داره، نه هر آدم، از هر 100 تا آدمی که اینو واسش توضیح بدم 99 نفر قول میدم حاضرن دکمه بزنن که همونجا سوئیچ هم فردا تو زندگی این به دنیا بیان، کچلم بشندازه مثلا روش، میگه اونو کچلم بشه. خب آره خود این آدم چند روزش هم باهاش حرف می‌زدم، گفت من الان 3 هفته است از اتاقم نرفتم بیرون، ناراحتم از این حرفا. و من میدونم که این آدم ناراحته به خاطر رابطش. هیچ اصلا لازم ازش بپرسم، برای اینکه تو رابطت اگر تو تش خوشحال نباشی، فیلم بازی کردن خیلی ساده است، همه بلدن. بعدی اینه که وقتی تو بفهمی فیلمه، هیچ وقت مثلا میمونه تو یه فیلم ترسناک رو بذار واسه بچه، هر فیلمی که میخوای ترسناک قبول داری، بچه تو خودش، یعنی شب میره خوابش نمیبره، دهنش سرویس میشه. همون فیلمو به بچه 25 ساله نشون بده، نگاه میکنه و داره پاپ کورن میخوره و یه دو دفعه میپره و شب میره بیرون میگه شب بریم کجا، بریم بولینگ بازی کنیم، مثلا فراموش میکنه. شاید 3 روز دیگه یه تقی تو یه دقیقه بترسه بگه وای ترسیدم و یاد فیلم بیفته تماشا، یعنی that's it ها، زندگیش به هم نمیریزه. وقتی بفهمی فیلمه دیگه میدونی فیلمه، مهم نیست چی بشه توش، میخواد یارو یه دونه سوزن بکنه تو چش یکی یا با اره برداره تیکه پارش کنه یا روها، مهم نیست دیگه، تو میگه فیلمه. تو هم وقتی بفهمی طرفت رابطت زنت یا شوهرت داره واسه تو فیلم بازی میکنه، لبخند علکی میزنه، دیگه تو به اون رابطه علاقه نداری. حالا واسه همین برین دکتر روانپزشک، بعد دکتر بگه وقتی میخوای داد بزنی نفس عمیق بکش، برو بیرون 5 دقیقه راه بیا، اینا همش فیلمه. تو یا خوشحالی یا خوشحال نیستی، وسط هم نداره. اینو آدما از موضوعی که آدما میخوان باش بجنگن، نمیفهمنش، میگن نه اینطوری نیست، بابام اینطوری بود، عموم اینطوری بود، خب اونا خوشحال نبودن. راحت. و مردم چون همه رابطه بد میبینن، من یه آدمی هستم که دیپ داون همیشه خوشحالم. خب مهم نیست پول داشته باشم نداشته باشم چی باشم، خوشحالم. از اینکه پول کسی رو به فنا ندم، هیچ چیزی دیگه من اگه پول کسی دستم باشه دیوونه میشم. حتی مثلا دوستم تو وگاس مثلا پول بهم میده 200 دلار، میگه واسه من نگهدار، همش استرس میگم مگه الان کیفونمو گم کنم 200 دلار گم شه چی، بریم اتاق من پولینو بزنم تو گاف صندوق. اینجوری با پول مردم خیلی نروسم، ولی مال خودم برام مهم نیست. آدما به خاطر همین من میگفتم آقا آدما باید بفهمن که خوشحالی چجوریه. من میفهمم خوشحالی چجوریه، پس مگه یه نفر دیگه مثل خودم پیدا کنم ما همیشه خوشحال خواهیم بود. این چیز سخت نیست من بخوام بفهمم. با هر دختری که میرفتم، هر کاری که میکردم که به خوشحالی برسیم نمیرسیدیم. چون مثلا میگم من اگه خونه 2 خوابه داشتم، طرف تو خونه 3 خوابه میخواست. خونه 3 خوابه میگرفتم، من خونه 8 خوابه گرفتم. میدونی ما بیاد چقدر چیکار کنم خوشحال شی. خودتون بعد میدم بازم خوشحال نمیشه. بعد خب خونه بعدی رو بگیریم، ماشین خفن تر بگیریم. یه دفعه 3 تا ماشین داشتم، بعد یکم ماشینام ون بود، خریدم 2000 دلار. توی راه فرودگاه بودم، بعد جنس می آوردیم. تو راه فرودگاه رفتم توی دونه ماشین فروشی با کردیت کارت ماشین خریدم، یکی از کارمندامو گذاشتم توش، رانندگی که پشتم رفتیم فرودگاه، ماشین پر کردیم اومدیم خونه. فقط می‌خواستم یه چیزی باشه که توش جا بشه. این ماشین خیلی باحال بود چون گنده بود، جاش زیاد بود، بعد چون 2000 دلار خریده بودن توف می‌کردی توش، میشه مثلا سیگار می‌کشیدی. پس فقط برای جنس که تعداد زیاد بود رفتی خریدی، فقط به خاطر بعد اونجا بود. بعد آخرین بارم که اونجا بود زدم به دوستام، گفتم بچه‌ها هستین بریم تو ماشین بریم چپش کنیم، بریم چه فیلینگی ماشین چپ کردن. بعد همه گفتن که نه سوال جون شما دیوونه ای نه. و به یکی دیگه رفیقام زدم آقا یه ون اینجاست میای اینو ببری. بعد گفت آره، اومد 1000 دلار بهم داد بردش. بعد خوشم میگه دادم 2000 تا فروختش. بعد کاری نری واسه این ونه اونجا بود. بعد خواستم برم بیرون، اگه می‌خواستم برم بیرون ونه رو باید ونه ماشین آخر بود، یعنی ماشین دیگه رو باید بیشتر تا رانندگی می‌کردم که از درایو برم بیرون. ونم اونجا تو خیابون بود، ونم همه راحت‌تر بود. من مثلا روی ونه نشستم رفتم دنبال دوست دخترم، بعد دوست دخترم نیومد مهمونی، گفت من سوار ون نمیشم. میفهمی چی میگم؟ بعد خب من اینا که می‌دیدم میگم خب اوکی دیگه، من دختره رو ناراحت کردم چون ماشین بد رفتم. اگه مثلا ماشین من الان لامبورگینی بود، دختر خوشحال بود، پس منم خوشحال بودم. اشتباه فکر می‌کردم. بعد خلاصه میگم ولی خب چون همیشه داشتم نمیتونستم ندارم. میفهمی چی میگم؟ وقتی خب یه ماشین خوب دم خونم از با یه ماشین آشغالی دختر ناراحت میشه، خب برمیگردم ماشین خوبم برمی‌دارم. گفتم خب اوکی من که دارم. اونی که نداره چه خوره اولا این تو مغز داشته باش، بنده خدایی که ندارم بعد چه زجری بکشن، چون تو توهم میگه که اگه داشتم خوب بود. من داشتم اون که سمشم من بازم خوب نیست. و من فهمیدم که او پس ماشینه نیستش، اینا کلا دیوونن. او رابطه من دیوونه است، اون شاید خوب باشه، رابطه ما خوب نیست. و
ولی خب چون من همیشه داشتم نمی‌دونستم چیکار کنم. مثلا فیلم‌ها دیدی یارو مثلا پول داره بعد بالا واسه کارگری میره بعد میگه من پول دارم، من دختر ناراحت میشه که چرا به من دروغ گفتی. یه همچین حالتی بود. من نمی‌دونستم چیکار کنم. چجوری من نشون بدم پولدار نیستم، نشون بدم موفق نیستم، چیکار کنم؟ خب آقا موفقم بیاد تو احمق دختر که منو می‌بینی بگو ای پسری که خوش اخلاقه، خوشحالم که هست، پولدارم که هست، خب پس بریم باهاش چیز شیم دیگه، بریم با هم حال کنیم، زندگی خوشحال بزنیم. تو که میتونی دیگه من ناراحت می‌کنی. پس چرا این اتفاق داره میفته؟ من نمی‌فهمم چه بخورم. بعد که من اون اتفاق افتاد رفتم پایین زندگیم، دیگه شخصیت همیشه زندگیم نبودم. من برای 1 سال یه آدمی بودم که کریدیت کارتام تا ته پر بود، هیچ جا نمیتونستم برم، پول هیچی نداشتم، هر ماه هم استرس داشتم که چیکار کنم، مینیمم پیمنت های کریدیت کارتامو چه ریختی بدم. پس یه آدم داغون شدم، یا به قول آمار 80% جامعه شدم که شدم یه پیچک نداری نمیدونی بعد چیکار کنی. تو اون موقعیت النا رو پیدا کردم. حالا این خیلی شانسه، من اون آدم دوباره پیدا کنم مثلا نفهمم. یه آدم خوب پیدا کردم به اسم النا و النا به من فهمون که آقا رابطه خوب به پول نیست، به چیز داشتن نیست، فقط و فقط بین دو تا آدمه. دو تا آدم میتونن تو زندان باشن، میتونن تو غار گیر کرده باشن، میتونن توی پدرس توی انگلیس باشن، فرقی نداره. تو اگه دو نفری خوشحال نباشی خوشحال نیستی. و حالا همه این زرامو اگه بخوام توی جمله توضیح بدم که بشه ریلز اینستاگرام، دنیای هر آدمی 50 تا 50,000 تا چک مارک داره. چک مارک 1 سالم باشم، چک مارک 2 خوش‌هیکل باشم، چک مارک 3 پولدار باشم، چک مارک 4 تحصیل کرده باشم، چک مارک 5 آدمو خفن بشناسم، چک مارک 6 فلان 7 فلان 9 10,000 من نمیدونم ها. هر آدمی یه سری چک مارک داره. یه دونه چک مارک هست به اسم رابطه. تو اگر اینو چک نکنی مهم نیست تمام اونای دیگه چک شده باشن یا نشده باشن، خوشحال نخواهی بود. مثال قوی بیل گیتس طلاق گرفت، جف بیزوس طلاق گرفت. یعنی دیگه وقتی قوی ترین آدمای 40 سال گذشته زمین، 30 سال قوی ترین آدمای 30 سال گذشته زمین که دیگه یارو 30 سال نه پول براش مهمه، نه کمبود وقت داره، نه کمبود آشنایی داره. یعنی تکنیکی تو بیل گیتس رو تو هر آدمیو بذاری تو شورت بیل گیتس، همه چک مارک هایی که تو زندگیش داره رو میتونه توی 1 ثانیه چک بکنه الا رابطه. به این فکر فقط اون مهمه که تو بتونی اونو کنترل کنی و هیچ جوری هم تو نمیتونی اینو بخری از کسی بدزدیش، تو باید روش کار کنی. حالا معنی این چیه؟ معنی اینه که باید دختر خوب پیدا کنی یا پسر خوب. دوماً باید قلاده رو نگه داری، نه قلاده طرفو، قلاده رابطه رو، قلاده ریلیشنشیپو. یکی باید قلاده رو نگه داره. امروز صبح نداشت بهم گفت تو مثل هیتلر میمونی. گفتم مشکلی میبینی توش؟ گفت نه. گفت تو انگار رئیس خونه ای. گفتم چرا انگار؟ مگه من رئیس خونه نیستم؟ گفت چرا؟ گفتم میدونی که رئیس بیشترین پولو میگیره توی کار دیگه، از دربون، کارمند، دکتر، مهندس، هر کی که تو کمپانی کار میکنه رئیس از همین بیشتر پول میگیره و رئیس هیچ کاری نمیکنه، رئیس فقط منیج میکنه. درسته؟ گفت آره. گفتم پس کار منو کم نبین، نگو فکر نکن من ریاست خونه کار آسونیه. اگه هر روز ما خوشحالیم، هر روز داریم میخندیم، بچه‌مون چششونو باز میکنن میپرن رو شکم ما، اتاقمون نمیرن بیرون. با چند شب پیش از خواب بیدار شدم دیدم پاشه من خوابیده مامو کنیم و واسه بلند میگم چی شد؟ میگه شب تصمیم گرفتیم بیام پیش شما بخوابیم. عشقی کردم. با چقدر عالی بود. ولی حالا دارم کلا میگم این خیلی مهمه. یعنی همین امروز یه کار منیجری من بود. یکی از کارمندا، رئیس اول، کوین، هر چی اسمش میخوای بذاری، اومد گفت آقا من دوست ندارم رئیس بالا سرمه. یا نه گفت من احساس میکنم رئیس بالا سرمه. گفتم خب معلومه رئیس باید باشه تا خونه رو بچرخونه، رئیس نباشه خونه میپاشه. گفت اوکی رفت. میفهمی منظورم اینه. این قلاده رابطه اینه. نه که مثلا آره. خب النا اون موقعی که باش آشنا شدی، چون اتفاقا یکی از سوالام بود که از مثلا این دیتینگ نظرت چیه؟ چون منی که در واقع هدف و آرزوی موفقیت دارم و میخوام به همچین جایگاهی برسم که گفتی آره خوش هیکل پولدار فلان، همین چیزایی که توی اینستاگرام ریل گفتی دیگه، النا چی داشت و چه معیاری داشت که واقعا از ته دل خوشحال شدی باش؟ و ببین میگم مال من واقعا اکسیدنت بود. من چیزی که توضیح میدم حالا برای دینیا این راحت‌تر میک سنس میکنه. خدا نگاه کرد، حالا من میگم یونیورس نگاه کرد، دیدیم بنده خدا چرا داره میره تو پاچش. این که آدم خوبیه، داره فقط خوبی میکنه، چرا هر کی میفته بهش ته آشغال میفته؟ خب بیا بهش حال بدیم. حالا واقعیت من چیه؟ من رفتم یه جای دختره رو میبینم که خوشگله، خوشهیکل، سکسیه، 25 سالشه، 26 سالشه، همه چی جوری که من واقعا دوست دارم. بعد باهاش حرف میزنم، میفهمم شوهر داره. بعد میگم چه خوب، بذار بزنم تو کار این چون دیگه نمیتونه به من بچسبه. بابا من گفتم این برای تو گفتی این خوبه. آره این اینجوری باشه شوهر داره دیگه نمیتونه به من بچسبه.
دیگه من به قولن با این جیگولی بنگالی ما انجام میدم، شب میره خونه زندگیش میچسبه. چه عالی. بعد 2 هفته گفتش که آره من نمیتونم دیگه این کارو بکنم. نه من گفتم من یهو قاطی کردم که داری چیکار میکنی، یارو زن داره، یهو رفتم کانال 2 همون چیزی که تو اول فکر کردی. بعد بهش گفتم که من دیگه نمیخوام به قول معروف با تو اینوالو باشم، بلکه نمیخوام یه خانواده رو بریزم به هم. بعد اونم گفتش که من در رابطه دارم میام بیرون. گفتم خب هر وقت اومدی بیرون به من زنگ بزن. بعد فرداش به من زنگ زد، یعنی فردا زنگ که من خونم اومدم بیرون. آره خونه گرفتی؟ گفت آره خونه گرفتم، دیروز رفتم آیکیا وسیله خریدم. یعنی تمام اون مدت داشت راجبت فکر می‌کرد. سریع اصلا میگم روش پرید. بعد دیگه اون رفت بیرون، من گفتم خب اوکی ما با هم میتونیم دوست باشیم ولی من دوست دختر نمیخوام. بعد گفت خب من خیلی تو دوست دارم از این حرفا. گفتم نه. بعد یه پسر دیگه اومد تو بازی، گفت آره من با یه پسری میخوام برم بیرون. گفتم برو بیرون. بعد دید اونم کار نمیکنه، جلسی رو من خود دوباره هی به من گفت بیا با هم باشیم. گفتم نه من الان از رابطه بعد اومدم بیرون از دختر حالم به هم میخوره. من تصمیم گرفتم که تا 1 سال نمیخوام هیچ دختریو ببینم، با دختری باشم. واسه همین تو اگه میخوای واسه من وایس تا 1 سال دیگه، اگه 1 سال دیگه من هنوز سینگل بودم بعد میتونیم با هم دوست شیم. بعد حالا 2 تا داستان بامزه دارم، میدونید کوتاهشو بگم که ببینید این چی شد. یه رفیق دارم که قبل بچگی میشناسم، به من زنگ گفت سوهل جان شما احمق ترین آدم رو زمینی یا نه؟ گفتم چرا؟ گفت من تو رو از 10 سالگی میشناسم، تو همیشه دوست دختر داشتی، هیچ وقت نه دوست دختر نداشتی باشی، حتی یه هفته. همه دوست دختراتم آشغال بودن از 10 سالگی تا الان. میتونم بپرسم که چرا؟ او 10 سالگی تو چجوری مخ می‌زدی سوهل؟ بعد از 12 سال دقیقش. بعد اصلا نه آره 12 است. یه دختره بود اون مخ منو زده بود مثلا تو 8 سالگی 9 سالگی. به من بگو ددی. نه به من میگفت ددی. گفت تو ددی منی. تو من تو 8 گفتم ددی چی؟ من ددی نمیدونم. خیلی اصلش انگلیسی حرف بزنه. به باباشم میگفت ددی، از آمریکا. یه داستانش هم نمیدونم. اسم دخترم صدف بود اتفاقا. اسم خواهرم هم صدف، اسم دوست دختر قبلی هم صدفه. میدونی چی میگم؟ بعد تا رفتم ایران دیدمش بعد از مثلا 30 سال. چطور بود؟ ببین باور نمی‌کنی، یعنی بهت بگم همه دوباره میگن داستان شروع کرد. وارد شدیم یه خونه، فکر کنید دختر مثلا اومد واقعا 4 برابر من. این تو زندگی یادم ندیدی انقدر گنده. خب 500 کیلو. بعد مثلا چشاشو تمام بنفش کرده بود تا اینجا مثلا. بعد جلوی بعد من با دوست دخترم رفتم خونش. به دوست دخترم گفتم یه دختره بود بچه‌بازی ما رو در واقعش تعطیل ما رو میداد تو. هی شلوارم کشید پایین، میگم من دکترم بعد آمپول بزنم. بعد میگم شلوارم تو بکش پایین آمپول بزن. و من عروس شلوار اینطوری میکردم، میگم نه باید شلوارم بکشی پایین. و من نمیفهمم سن 8 سالگی یعنی چی دکتر بازی. من گفتم واقعا دکتر بازی میکردم، مثلا هم گوش شدم اینا قلبش میزنه تو جونش. تو چیز دیگه بود. بعد مثلا خیلی جالب بود که این دختره که تو 8 سالگی تیره بود، می‌خوام ببینم تو بزرگی چی شده. بعد شانسی هم تو اینستاگرام اینا هم دیگه پیدا کردیم. بهم گفت من یادم میاد ما بچه بودیم مثلا میومدیم خونه شما بازی می‌کردیم. گفتم آره بابا یادمه تا یه چیزی تو رو یادم بره. بعد رفتم ایران، گفتم می‌خوام اینو برم ببینم. آقا رفتم ایران دیدم یه آدم شخصی. بعد مثلا توی خونه میومد مثلا یهو شونای منو اینجوری بود، لباشم عملی کرده بود انقدر. بعد لبایم شونه منو بوس می‌کرد، میگفت چون. بعد دوست دخترم اینجا نشسته بود. یه جوری فرار کردیم، خیلی عجیب بود واقعا، اصلا باورت نمیشه. دارم این حالا داستانش این خیلی جالبه. داریم با همین دوستم که اومده به من زنگ زده بهم میگه برو دوست شو، میرم دوست میشم. چند ماه قبل داریم با هم صحبت میکنیم راجع به همین من میخوام سینگل بمونم. سپتامبر ما داریم جنوری که داره میاد، نه جنوری بعدیش صحبت میکنیم که من میگم من تا جنوری 1 سال و 3 ماه 4 ماه دیگه من نمیرم تو رابطه. اونم داره میگه بابا چرت و پرت نگو، تو میری تو رابطه دروغ نگو، تو این کاره نیستی. بعد میگم که نه من نمیرم تو رابطه. بعد میخوام یه شرط بندی کنیم، شرط بندیم سر $500 من میبندم که تو قبل از جنوری رفتی تو رابطه. تو همین فاصله نمیدونم بچه‌ها میدونن آریا است که من همیشه با مامانش فوش میدم. همون موقع آریا در باز میکنه میاد تو. خب در باز میکنه میاد تو، در خونه اون موقع هم تو سالن باز میشد، ما تو سالن نشستیم، در باز میکنه میاد تو، میبینه ما داریم راجع به حرف میزنیم. بعد میگه چیه داستان؟ بعد دوستم میگه که آره این میگه تا جنوری نمیره تو رابطه. من میگم میره. آریا میگه آره منم 500 هستم. بعد میگم عمرن من تا جنوری 2000 مثلا 17 نمیرم تا رابطه. بعد آریا میگه 2017 من داشتم 2016 رو میبستم. آریا جنوری شنید، یعنی اون فکر میگه واسه همین نگه با اعتماد به نفس میگفت تو الان میخوای
اوکی آره بابا نه دیوونه چی من فکر کنم بس واسه 4 ماه دیگه تازه اومدم میگم منم شرط میبندم داری میگی 1 سال و 4 ماه دیگه چی زر میزنی بعد 4 ماه دیگه راحته بابا نوامبر دوست بودیم 2 ماه دیگه وای خب یعنی به جفتش میگفتم آره 2 ماه دیگه دوست بودم با النا دیگه عالی فقط 2 ماه تو حسابی خوشبخت باشین آره خلاصه اینم داستانه چجوری من با النا دوستم برگردیم به حالا اون بحث چی راجع خود فکر میکنی و یکم وارد جزئیات بشیم. من رفتم تحقیق کردم و مثل اینکه یه کامپنی به نام فارم فریج یعنی فاوندر اونایی که در واقع کشاورزا میوه‌های تازه که توی آمریکا ببخشید توی کانادا درست شده دیگه آره گروزو به پابلیک میفروشی. آره خیلی این ایده خفنی بود خیلی داستانش این بود خیلی جالب بود داستانش. میخواستم برای دخترم سیب دوست داشت میخواستم برای سیب تازه بکنم چون من خودم بچه‌ها از درخت سیب میخوردم بعد میخواستم این تجربه رو واسه اون درست کنم بعد نبود سیب 4 ساعت 5 ساعت رانندگی کردم رسیدم به مزرعه هایی که سیب دارن رفتم توش ازشون سیب خریدم گفتم سیبا تازه است گفت آره گفتم مال درخت خودتونه گفت آره بعد که اومدم فهمیدم مال پارسال بوده یعنی مثلا مال 11 ماه پیش این اسمش تازه بود. بعد اینجا چیز شدم شاکی شدم که چقدر سخته یه چیز سیب خریدن. دراگون فروت که نمیخوام سیب مخصوصا آره میگم چقدر سخته یه سیب تازه خریدن. حالا یکی میره مغازه قبول نمیتونه پیدا کنه. من پاشم 5 سال دیگه من مزرعه بازم نمیتونم پیدا کنم. بعد فهمیدم که چون هم مزرعه دارا فوق العاده آدمای به قول معروف دهاتی هستن خیلی حالا دهاتی بچه‌ها میگن نگو چی گفتن بگو نه اونی که به شما میگفتی نه لوتی نه لوتی که بچه خوبه این خیلی چیزن احمقن خیلی احمق و بی سوادن. خب واسه اینا که کشاورزان از اون ورم مغازه دارم همه دزد و گرگن سو احمق و گرگ که به هم افتادن اصلا یه کثافتیه که میگم تو یه دونه سیب سالم نمیتونی پیدا کنی تو 50 تا چیه 5000 تا مغازه میوه فروشی که تو مثلا دور و بر ما وجود داره هر کوچه به کوچه مغازه به مغازه میوه فروشی یک نفر سیب تازه نمیفروشه. خب چه داستانیه سر این رفتم تو این فکر آقا باید یه جایی باشه که میوه رو تو بتونی مستقیم از مزرعه بگیری میوه رو بهت بگن آقا این میوه رو دوشنبه الان سه شنبه است میوه دوشنبه درخت کنده شده. بعد من کارم این بود ما میوه رو که پک میکردیم میفرستادیم روی میوه ها تو جعبه هاشون استمپ میخورد نه استمپ مثل این تاریخ خوشگل دیزاین شده بود روش زده بود که این میوه فلان روز پیک شده بعد فلان روز پیک شدم چاپ شده بود نه که یه دونه پریست داشته باشی بر روی اون تاریخو بزنی تاریخ هم روی همون با دیزاین چاپ شده بود. وقتی تو میوه رو برمی داشتی مثلا الان امروز مثلا جون 12 است و میوه رو برمی داشتی روش نوشته بود این میوه جون 11 درخت کنده شده بعد تو یه دید خودت این دیروز درخت بوده. بعد بعدش هنوز این شرکتو داری الان؟ ببین شرکت رو مجبور شدم ببندم به خاطر اینکه مامان تصمیم گرفت دقیقاً اون تایمی که ما این بیزنس رو ران می‌کردیم بره ایران به هیچ دلیلی یعنی قشنگ میتونست 2 ماه وایس بعدم بره یعنی عقص گذاشت روز ما رفتیم که البته خب میفهمم دلیلش رو چون که بچه‌های من 2 ماه میافتن سر مامان بابای من به خاطر اینکه من اصلا نبودم من همش تو مزرعه بودم چون میگم اصلا نمیشه به مزرعه دار اعتماد کرد فقط دروغ میگن همشون احمق و دزدن برای اصلا نمیشه بهشون اعتماد کرد برای باید میرفتی اونجا دونه دونه جوار رو برمی‌داشتی خالی می‌کردی زیرش رو نگاه کنی مثلا جوار رو زیر آشغال می‌ریزن رو خوب میدونی حتی نمی‌دونی جوار رو نگاه کنی بعد جوار رو بعد فیزیکی خالی کنی زیرش چک کنی 7 تا رو سریع داد بیاد را بندازی اینا. برای من باید میرفتم تو مزرعه ها میومدم و برم مزرعه ها بیام 12 ساعت طول میکشید فقط رانندگیش. برای همین بچه ها میافتن دست مامان بابام. موموکو بود 2 سالش پاشا بود 6 سالش یعنی پاشا خر موموکو خرتر. پدر مامانم در میاد بعدش مامان دیگه در رفت. آره مامانم دید 2 سال اینجوری شده میدونه سال سومم داره میاد دیگه یا سال 4م نمیدونم کدومش بود دید داره میاد بعد دیگه خیلی گنده شده. این کمپانی من الان 4 سال بستم هنوز مسیج میگیرم یعنی هنوز میگم که آقا ما میوه‌ای که تو به ما دادیم و 20 سال ما تو کانادا بودیم 16 سال میوه خوب نخوردیم 3 سال تو به اون میوه خوب دادی دوباره ما میوه خوب داریم نمیخوریم. میفهمی چی میگم؟ من اصلا میوه خوب پیدا کرده بودم. بعد واسه چند سال این شرکت رو داشتی یا چند ماه؟ ببین فقط تابستونا آپریتش میکردم برای جون 25 شروع میکردیم کار کردن تا آگوست 25 2 ماه اوکی تقریبا $700,000 فروش داشتیم توی 2 ماه 70,000 700,000 آلموست ما 70 آخه پایینه برای شما استاد. آره 700 خب
خیلی کمپانی خوبی بود. تمام مغازه ها هم میوهشون رو من میدادم، تمام مغازه ایرانی سویچ کرده بودن به من برای اینکه هیچ کی نمی‌تونست کیفیت منو بگیره. این یه داستان بودش، حالا خیلی گنگ بود توی بیزنس اتفاق افتاد، دوست دارم بگم باشه یه روزی. توی خب خیلی ها میومدن میگفتن مثلا خیلی هم گرون میدادم، دلیلش هم جالب بود. اول اومدم چون سهیلم ارزونتر از مغازه میدادم، یعنی مثلا اگه مغازه گیلاسو میفروخت $5 من میدادم $4، بعد مردم از من نمیخریدن. بعد گفتم وا جنس دیروز آوردم، گنده آوردم، میرین مغازه 5 میدین به من 4 نمیدین چرا؟ بعد فهمیدم مردم عقلشون به چششونه. بعد قیمتو از 4 کردم 18. فرقو ببین، مغازه 18 مغازه میداد شبیه تورم ایرانه. مغازه میداد 5 من کردم 18. واو. بعد شروع کردم فروش رفت بالا و دیگه مردم میان میخوادن میدیدن چه خفنی دیگه گیر میافتادن. بعد یادم یه دفعه تا یه پسر اینم داستانش بگم اینم جالبه، اونو یادم میاد بعدن تعریف کنم اون یکیو. بعد این پسر اومد در خونم، دیدی یه رفیق داری یه آدمی باش آشنا میشی ولی هیچ وقت با هم دوست نمیشین، حالت آره یه چیز بینتون میفته، همیشه با هم میخوایم با هم دور به دور آشنا. دور به دور آشنا نمیخوای با هم رقابت کنین، میخوای بگی من تو بالاترم، اون خود میگه من تو بالاترم، یعنی فرنمی اینجا میگن فرنمی، فرند و انمی. آفرین، اون فیلینگ رو بهت میده. این از اون شخصیت‌ها بود. یه روز برام مسیج اومد که فلانی من زنم گفته که تو آلبالو میفروشی. خب مثلا تو فرض کن من بیام به بابای تو بگم فلانی شدم آلبالو میفروشی، این لغتی نیست که مثلا داری به یه نفر میگی دمت گرم، داری میگی بابا بعد از این همه چیز آخرش آلبالو فروش شدی دادا. بعد آره گفتم آره. گفت زنم گفته که مثلا برای من 4 تا باکس آلبالو بذار. گفتم قبول بیا. بعد که داشت می اومد به من مسیج زد، گفت زنم گفته که چیزای تازه دیگه هم داری، اینم میخوام، سیرم میخوام، پیازم میخوام، خیارم میخوام. گفتم اوکی. مثلا 1 پوند 2 پوند از اونها گرفت گذاشتم دم در. بعد شد 3 تا جعبه با یه مثلا 5 تا جعبه قهوه‌ای روشون، همه چون هم کاغذ بود، پلاستیک نداشتیم، خیلی اینجوری هم بودیم. بعد این اومد 4 تا جعبه رو برداشت با اونا روش. بعد گفت خب چقدر میشه؟ بعد گفتم میشه $730. خب بعد یه چیز زد زیر خنده، اون نمسیسه اومد بالا که یعنی مثلا آره میفهمم آرزوت بود که الان توی جایی بودی که بتونی $700 پول بگیری از یه مشتری، ولی بابا آلبالو فروشی چقدر میشه؟ میفهمی؟ نه واقعا چقدر میشه؟ یعنی گفت برو. گفتم $730. بعد گفت اوه آره. گفتم بله 4 تا آلبالو ضرب در 4 ضرب در 90 این ضرب در اون. بعد اینجوری بعد رفت بذار من اندازه کافی پول نیاوردم، فقط 2 تا $100 آورده بود. بعد رفت مثلا 6 تا $100 دیگه آورد به من پول داد. بعد من پولش مثلا 70 60 رفت. بعد مثلا قشنگ قیافش قشنگ مثلا وقتی اومد تو اینجوری بود تو که آلبالو فروش شدی. بعد که رفت با آلبالوم کرد تو. سوهر اخلاقش اینجوریه، یه کاری میکنه که کمتر انتظار رو داشته باشی، یعنی پشت صحنه روش صحبت خیلی جالبه. خب بعد دیگه خیلی هم آره این اینجوری شو قیمتا رو بردم بالا، فهمیدم که این کار میکنه. بعد دیگه با قیمتای میفروختیم، آدما می اومدن میبردن، همه اشغال میکردن. یه آدمه اومد اینجا گریه کرد، ویدیوشو دارم، دم در چیز پیدا کرده بودم شاتوت. شاتوت اینجا وجود نداره. بعد یارو خورد زد زیر گریه. حالا یه رو دیدم در جلو بهت ویدیوش نشون میدم، زد زیر گریه و گفت من آخرین باری که حالا مثلا یارو یادم مثلا 76 ساله است، این همچین شخصیت پیرمرد رو تصور بکن ایتالیایی. بعد گفتش که من آخرین باری که این میوه رو خوردم 6 سالم بود تو باغ مامان بزرگم تو ایتالیا و از اون روز نتونستم این مزه رو بخورم. هر وقت رفتیم ایتالیا تایمش نبوده، توی دنیا جای دیگه نمیتونیم پیداش بکنیم. و تو الان یه کاری کردی، مامانم زنده شد، بابام زنده شد، خواهرم زنده شد، مامان بزرگم زنده شد، بابا بزرگم زنده شد، دایم زنده شد. بعد عشق می‌ریخت و اینا رو میگفت، بعد داشت اینا رو می‌خورد. بعد شاتوتا رو میفروختم بسته $30 انقدر دود. بعد الانا نمیذاش برم سر کار. الانا که میرفتم بالای درخت میومدیم پایین، الانا 8 تا بسته شاتو جمع کرده بود، من یه بستم نصفه، لباسم هم از دست دادم، تمام تیشرتم هم تو همه رو میخوری برو بیرون. الانا نه درخت انداخته بیرون، فروشمون کم میشه. بعد مردم زنگ میزنن ازم اصرار میکنن 2 تا بسته بهمون بفروش. گفتم نه، هر مشتری فقط میتونه یه دونه شاتوت بگیره، کمه و یه شاتوت به مشتری. بابا دمن خیلی بالاست. بعد مامانم یه پاچه گذاشت این و یه پاچه گذاشت تو همه بیزنس.
یهو بلند شد رفت ایران همون 2 ماه. من کار داشتم. میگم چه کار داشتی اون 2 ماه هم میرفتی ایران؟ خیلی داشت کمپانی قوی میشد دیگه. خواستم برم یه جا بگیرم و چون سال قبلش یخچال اینا خریده بودم، بعد دیگه سال بعد می‌خواستم برم یه جای کوچیک بگیرم، یخچالای گنده بذارم. بعد با یه یارو صحبت کرده بودم می‌خواستم حاضر مرج کنیم. اون آری ستاپشو داشت، می‌خواستم بهش پول بدم یه خورده از استور اون رو اجاره کنم. بعد اون آردی جایی که من می‌خواستم برم و میرفت، لازم نبود که من هر هفته 3 بار بلندشم برم مزرعه، شاید هفته یه بار کافی میشد. یهو کار اصلا کله می‌کرد میومد پایین که همون تو اونش مامانم خرابش کرد که منم دیگه جمعش کردم. ولی میگم تا امروز زنگ میزنن. عالی. پس قشنگ روح تو شاد می‌کرد و می‌دیدی دارن بغض میکنن، اشک میریزن. خیلی خوبه. آن لیمیتد فامیلی بهم گفتش که ما فکر می‌کنیم میوه‌های اینجا بده تا تو رو پیدا کردیم. یعنی هر ما فکر می‌کنیم میوه‌ها بدمزه، نمی‌دونیم که میوه خوب وجود داره. نجاتشون دادی حساب. خودم چه حالی کردم. یعنی واقعا 3-4 سال عشقم، خونه پر میوه بود، همیشه میاد همه جا میوه بود. مثلا خاصی غذا می‌خواستم بخورم بلدم گفتم الا فلفل میاری، بعد 11 نوع فلفل میآورد بالا. هر کش یه گازی دادیم، خیلی حال میداد. خیلی حال. حالا ان شاءالله یه روزی برمیگرده، حالا ببینیم چی میشه. نه دیگه من وقتی بیام بیرون دیگه بیخیال میشم چون حوصله ندارم. چون خیلی کارو باید بکنی. بعد من اون هیجانی که دفعه اول دارم دفعه دوم ندارم. میفهمی؟ دفعه اول خیلی برام واسه بازیه، باید جعبه رو بگیرم. مثلا یادم همین یارو که آلبالو میفروخت یه آدم بد اخلاقی بود. رفتم مزرعه‌اش گفتم که آقا من آلبالو میخوام. گفت من آلبالو نمیفروشم به کسی شخصی، من فقط با کمپانی‌ها کار میکنم. گفتم که خب تا کی قرارداد بستی با کمپانی‌ها؟ گفت کل امسال بستم، تا سال دیگه هیچکی نیست. گفتم اوکی. کی شروع میشه این داستان؟ گفت جون 25. سال دیگه جون 24 دم مغازه یارو بودم، دم مزرعه یارو بودم. و یارو مثلا من کیم؟ گفت تو کی اینجا؟ چیکار می‌کنی؟ چیزی که هنوز نداریم، پس فردا شروع میشه برداشت. گفتم آره میدونم، پارسال بهم گفتی برو سال دیگه بیا، الان سال دیگه است. گفت من بگم سال دیگه بیا؟ گفتم آره. گفتی که اینجوریه با کمپانی قرارداد داشتی و تا سال دیگه نمیتونی من بفروشی، سال دیگه بیا شانس تو امتحان کن. و یه لبخند زد گفت، چون من چرت و پرت گفتم هیچ کاری واقعیت نداشت. آره یه لبخند زد گفت اوکی بهت میدم. سوال اقتصادی دو 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 سوال اقتصادی سوال اقتصادی سوال اقتصادی سوال اقتصادی